مجموعه داستان‌های علمی تخیلی، سفری با ارواح. نویسنده سید شاهو احمدی، گوینده ریحانه ایزدی. داستان اول، خواب رویایی. خلاصه این داستان در ماهنامه بین المللی دانشمند بهمن 1382 به چاپ رسیده است. فربد پسری بود که همیشه در رویا و خیال به سر می برد. در کلاس درس، در حیاط دبیرستان، در کوچه، در خیابان و در همه جا و همه حال در عالم دیگری سیر می کرد. گاهی اوقات در عالم خیال لبخند می زد و گاهی هم اخم می کرد و زیر لب با خودش حرف می زد. بعضی از بچه‌های کلاس، به خصوص کیارش و مازیار که از او خیلی متنفر بودند، رفتارش را زیر نظر داشتند و با تمسخر سعی داشتند که او را آزار دهند. اما او که دوست نداشت دنیای رویایش لطمه‌ای بخورد، به این رفتارها اهمیت چندانی نمیداد و با خونسردی از کنار آنها می‌گذشت. بقیه بچه‌های کلاس هم هر وقت که مدتی را با هم بودند، حتما سر صحبت فربد را به میان می‌آوردند و پشت سرش غیبت می‌کردند. البته رفتارها و حرکات عجیب و غریب فربد واقعاً جای صحبت داشت. او گاهی اوقات ادعاهای عجیبی می‌کرد. اغلب میگفت من نیروهای شگفت‌انگیزی رو توی وجودم دارم که با کمک اونا میتونم بیمارا رو شفا بدم. بچه ها هم اغلب با ریشخند به او جواب میدادند و میگفتند نعوذن بالله، حتما تو جزو معصومین و ملائکه هستی که میتونی بیمارا رو شفا بدی. شایدم عیسی مسیح باشی. بعضی وقتها هم میگفت من میتونم گذشته و آینده زندگی مردم رو پیش بینی کنم. فربد وضعیت درسی چندان خوبی نداشت و همیشه نفر آخر کلاس یا چند نفر مانده به آخر بود. اما در مقابل به شدت عاشق و شیفته کتاب‌های روانشناسی، اسپریتیسم و فراروانشناسی بود. هر وقت پایش به خیابان و بازار میافتاد، سراغ کتاب فروش‌های دوره گرد میرفت و از آنها کتاب‌های روانشناسی می‌خرید و سفارش چند کتاب جدید را هم به آنها میداد. فروشندگان کتاب هم کتاب‌های مورد علاقه او را تهیه می‌کردند. فربد تقریباً به کتاب‌های روانشناسی اعتیاد پیدا کرده بود و شب و روز یک کتاب در دست داشت و اگر یک خط از بین این کتاب‌ها را می‌خواند تا آخر آنها را مطالعه می‌کرد. یک بار از یک فروشنده دوره‌گرد کتابی را درباره انرژی درمانی تهیه کرد. به محض خرید آن را باز کرد و در شلوغی جمعیت خیابان و در حین راه رفتن شروع به خواندنش کرد. او که همچنان غرق در کتاب بود، متوجه مرد جوانی که یک چرخ دستی پر از تخمه و تنقلات در وسط پیاده رو داشت نشد و با چرخ دستی برخورد کرد. فربد که از خجالت رنگش کاملا قرمز و خیس عرق شده بود، بدون توجه به قرولندهای مرد جوان خیلی سریع تخمه ها را جمع کرد و تقریباً 2 برابر خسارت تخمه های ریخته شده را به آن مرد پرداخت کرد و با معذرت خواهی از آنجا سریعاً دور شد. از آن روز به بعد فربد به خودش قول داد که در کوچه و خیابان از این کتاب ها نخواند. اما این وضعیت 1-2 هفته بیشتر طول نکشید. اکثر معلمان و مسئولین مدرسه، به خصوص آقای فرهودی مدیر دبیرستان، به شدت مخالف این گونه مطالعات فربد بودند و به او گوشزد می‌کردند که به جای آن ریاضی و فیزیک و مابقی دروس را بخواند. یک بار آقای فرهودی که دبیر فیزیک هم بود به او گفت پسر، بشر امروز داره از پوزیترون و کوارک میگذره. حالا تو غرق در اوهام و تخیلات این کتابای مسخره هستی؟ به جای این خیال پردازی‌ها بشین درساتو بخون. اگه به این شکل پیش بری، این ترمم نمرات ناپلئونی میاری یا؟ فربد هم در جواب آقای مدیر گفت میدونم شما دلسوزانه نصیحت میکنین و دوست دارید که نمرات خوبی بیارم. اما آقای فرهودی، به نظر من لحظه به لحظه نوجوانی و زندگی خیلی ارزشمندتر از اینه که بخوام اونو واسه یه چیزای دیگه فدا کنم. مدتی گذشت تا اینکه فربد ادعای عجیبتری را مطرح کرد. او گفت من میتونم با عالم ارواح ارتباط برقرار کنم و به وسیله اونا هر کاری که دلم میخواد انجام بدم. کیارش هم در پاسخ با ریشخند گفت
تو دیوونه ای. به نظرم تو باید به تیمارستان بری، نه دبیرستان. اونجا خیلی ها هستن که زبون تو رو میفهمن. فربد هم به آرامی لبخندی زد و از کلاس بیرون رفت. اون مدتی بود که یک کتاب آبی رنگ در دست داشت و در زنگ‌های تفریح پشت حیاط خلوت مدرسه زیر یک درخت بزرگ کاج آن را می‌خواند. هر وقت کسی پیش او می‌رفت، فوراً آن کتاب را زیر پیراهنش قایم می‌کرد و به هیچ کس درباره آن کتاب چیزی نمی‌گفت. او هر زمان کتاب جدیدی را می‌خواند، هیاهو و سر و صدا به راه می‌انداخت و آن را به همه، به خصوص به آقای مدیر، نشان می‌داد. معلوم نبود که چرا آن کتاب را از همه پنهان می‌کرد. به موازات خواندن آن کتاب، رفتار فربد هم کم کم تغییر کرد و دیگر آن جوش و خروش گذشته را نداشت. در صندلی گوشه کلاس می‌نشست و یواشکی کتاب آبی رنگ را می‌خواند. آن کتاب قطور و بزرگ بود و خواندنش به این زودی‌ها خاتمه نمی‌یافت. حدود 1 ماه گذشت تا اینکه یک روز فربد قبل از همه بچه‌ها به دبیرستان آمد. خیلی سریع خودش را به کلاس رساند. ماژیک را برداشت و شروع به نوشتن روی تابلو کرد. حدود 15 دقیقه طول کشید. ماژیک را انداخت و فوراً به حیاط مدرسه رفت. او دوباره مثل سابق با جوش و خروش به میان همکلاسیانش آمد. آن روز آقای ساسانی قرار بود امتحان ریاضی بگیرد. فربد به هر کس که می رسید به او می گفت من دقیقاً می دونم که نمره ریاضی تو چند می گیری، و بعد نمرهش را به او می گفت. بچه ها که اغلب فکر می کردن فربد خل و دیوانه شده، به او پوزخندی می زدند و از کنارش رد می شدند. فربد هم به آنها می گفت حالا بهتون نشون میدم. بعد از امتحان همه چیز روشن میشه. آقای ساسانی فردا ساعت 12 نمره ها رو پشت شیشه میزنه. اون وقت میبینید. بچه ها بی نظم و درهم و برهم مثل همیشه به کلاس وارد شدند. تابلو را دیدند که بالای آن نوشته شده بود نتایج امتحان ریاضی و پایین آن اسم بچه های کلاس و نمره هر کدام در کنار اسامی نوشته شده بود. کلاس 32 نفره بود و بالاترین نمره کلاس طبق پیشبینی فربد 18 و 25 صدم مربوط به کیارش بود. فربد توی حیاط به کیارش گفته بود از همین حالا بهت تبریک میگم، تو 18 و 25 صدم بالاترین نمره کلاس رو میاری. و کیارش هم با پوزخندی به او گفت خدا کنه که اینطور باشه. در میان هیاهوی بچه‌ها ناگهان دبیر ریاضی آقای ساسانی به کلاس وارد شد. نماینده کلاس در حال پاک کردن تابلو بود. اوراق امتحانی توسط معلم ریاضی توزیع گردید و پس از 2 ساعت امتحان تمام شد. روز بعد تقریباً ساعت 12 نمرات ریاضی پشت شیشه زده شده بود. ساعت 12:30 بود که زنگ مدرسه به صدا درآمد. آقای مؤمنی ناظم مدرسه به بچه‌های کلاس ریاضی سال 3 گفت آهای بچه‌ها، نتایج آزمون پشت شیشه زده شده. برید نگاه کنید. همه دانش آموزها با اضطراب و استرس به سمت قاب اعلانات دویدند. به جز فربد که با خون سردی از دور بچه ها را نگاه می کرد. اکثر بچه ها انگشت به دهان و با چشمهای گرد شده به نتایج امتحان خیره شده بودند. به خصوص کیارش که نمرش 18 و 25 صدم شده بود. او از یک طرف خوشحال بود که نمره خوبی گرفته و از طرف دیگر مات و مبهوت یاد پیشبینی فربد افتاد. فوراً دنبال نمره فربد گشت. 13 و 75 صدم. دقیقاً همان چیزی بود که فربد برای خودش پیش بینی کرده بود. حتی یک نفر هم نبود که نمرهش 25 صدم با نمره‌ای که فربد پیش بینی کرده بود تفاوت داشته باشد. مازیار که دقیقاً طبق پیشبینی فربد 15 و 75 گرفته بود، بهت زده به سمت فربد که ایستاده بود رفت و با تعجب پرسید تو چطوری فهمیدی؟ فربد که زیر درخت کاج همیشگیش لم داده بود صحبت را عوض کرد و به مازیار گفت امروز قراره که اتفاقات خوبی برات بیفته. امروز 26 آبان روز تولدته. به این مناسبت بابات حتما برات دوچرخه نو خریده. مازیار با شنیدن این موضوع بدون خداحافظی به طرف منزلشان دوید. در خانه را باز کرد. پدر و مادر و برادر کوچکش مهران را دید که در حیاط زیر آفتاب پاییزی گلدانها را به راه پله خانه جابجا می‌کردند. مازیار بی اختیار به سمت پدرش دوید و او را چند بار بوسید.
بابا از شما خیلی ممنونم، خیلی شما مهربونین. من اصلا خبر نداشتم، میدونستم که بالاخره برام دوچرخه میخرین. برخلاف انتظار پدر مازیار با اخم رو به مهران کرد و گفت مهران، مگه به تو نگفتم که درباره دوچرخه به داداشت هیچی نگی؟ نتونستی دندون رو جگر بذاری نه؟ آخر گفتی. مهران هم با ناراحتی به پدرش گفت من به جون مامان من به مازیار چیزی نگفتم. در این لحظه مازیار حرف مهران را قطع کرد و گفت آره بابا، مهران راست میگه. حالا بگذریم، داستانش خیلی طولانیه. بالاخره دیر یا زود میفهمیدم که. به این ترتیب بود که پیشبینی فربد مجدداً درست از آب درآمد. مدتی گذشت تا اینکه یک روز فربد به دبیر ریاضی گفت آقای ساسانی، لطفاً فردا صبح آهسته رانندگی کنید وگرنه کلی خسارت مالی میبینید. آقای ساسانی با بیحالی در جواب او گفت من 100 دفعه به تو گفتم به جای خیال بافی برو چند تا تمرین ریاضی حل کن. از قضا صبح روز بعد آقای ناظم به بچه‌ها خبر داد که آقای ساسانی امروز به دلیل تصادف رانندگی به کلاس نمی آید. البته برای بچه‌ها چندان تعجب آور نبود، چون روز قبل فربد این خبر رو به بچه‌ها داده بود. فربد برخلاف گذشته به خاطر پیشبینی‌هایش روز به روز محبوبیت بیشتری در بین بچه‌ها پیدا می‌کرد. همه به حرف‌های او اطمینان پیدا کرده بودند و او را باور داشتند. اما اتفاقی که اواسط زمستان برای کیارش افتاد، ایمان بچه‌ها را نسبت به فربد به یقین تبدیل کرد. برف همه جا را سفید پوش کرده بود و از شدت سرما قسمت سراشیبی محوطه دبیرستان یخ بسته بود و بچه‌ها روی آن سرسره بازی می‌کردند. کیارش که هوس سرسره بازی کرده بود به بالای سراشیبی رفت و با سرعت پایین آمد. ناگهان پایش پیچ خورد و با تیرک فلزی دروازه فوتبال برخورد کرد. آه و ناله کیارش بلند شد. بهروز که با فن کمک‌های اولیه کاملاً آشنا بود، فوراً جعبه کمک‌های اولیه را از آقای ناظم گرفت و به سمت کیارش دوید. پیشانی و پای چپ کیارش خونین شده بود. بهروز تمام تمهیدات لازم را به کار گرفت، اما موفق نشد که جلوی خونریزی را بگیرد. در این لحظه فربد وارد معرکه شد و به بچه‌ها گفت که به طور شعاعی دور کیارش حلقه بزنند و دست همدیگر را بگیرند. او گفت که می‌خواهد علاوه بر روش مخصوص خودش از روش سینرژی درمانی هم برای درمان زخم‌ها استفاده کند. بچه‌ها هم فوراً همین کار را کردند. فربد دو دستش را به طور موازی در طرفین پای چپ کیارش در محل خونریزی قرار داد و به آرامی چشمهای براق و درشتش را بست. همه می دانستند که فربد از این کار منظوری دارد و بی حساب و کتاب این کار را انجام نمی دهد. در این لحظه چشمان بچه‌ها به نقطه مرکزی فاصله بین دو دست فربد خیره شد. نور سبز رنگی از آن نقطه در حال تشعشع و گسترش بود. انگار در آن نقطه یک چشمه نور با سرعتی بسیار کمتر از نور معمولی کار گذاشته باشند. نور سبز رنگ دور محل خونریزی و دستان فربد را همانند یک کره آتشین پوشانده بود. فربد فاصله دستانش را آرام آرام از هم زیادتر کرد تا اینکه نور سبز رنگ ضعیف و ضعیفتر شد و اثری از آن دیگر باقی نماند. منظره خیلی عجیبی توجه همه را به خود جلب کرد. روی مچ پای کیارش اثری از زخم و خونریزی باقی نمانده بود. انگار که اصلاً هیچ اتفاقی نیفتاده و مچ پا هم هیچ صدمه‌ای ندیده. فقط مقداری آثار خونمردگی روی پوست باقی مانده بود. کیارش بی حال و بی رمق به نظر می رسید. فربد مجدداً همان کار خارق‌العاده را بر روی پیشانی کیارش تکرار کرد. او مقداری برف تمیز برداشت و به نزدیکی دهان خود برد و با نفسش در برف‌ها دمید. آنگاه آرام آرام بر روی پیشانی و مچ پای کیارش مالید. به موازات تمیز شدن آثار خونمردگی، کیارش کم کم سر حال آمد و بدون اینکه دردی داشته باشد از جایش بلند شد و گفت نمیدونم پام چرا دیگه درد نمیکنه.
فربود که بسیار بیحال به نظر می رسید گفت دلم میخواد بخوابم. او به زحمت خود را به نمازخانه مدرسه رساند. بیحال و بیرمق بر روی فرش افتاد و به خوابی عمیق فرو رفت، چرا که همه انرژی خود را برای بهبود کیارش از دست داده بود. همه بچه‌ها درباره آن نور سبز رنگ صحبت می‌کردند. کیارش که کاملاً حالش خوب شده بود گفت فربود انرژی زیادی رو از دست داده و به استراحت طولانی نیاز داره. اون این کارا رو از کتاب آبی رنگ یاد گرفته. یه بار به من گفته بود که اگه کسی با استفاده از روش‌های اون کتاب بیمارا رو درمان کنه، انرژی زیادی رو از دست میده، اما بعد از یه مدت استراحت حالش به حالت طبیعی برمیگرده. بچه‌ها به نظرم بهتره که یه ماشین بگیریم و اونو به خونه‌شون برسونیم. چطوره؟ سرانجام با تلاش کیارش و سایر بچه‌ها فربود به خانه رسانده شد. صبح روز بعد فربود سرحال مثل همیشه به مدرسه آمد. آن روز قرار بود که 2 امتحان فیزیک و شیمی در 2 زنگ متوالی برگزار شود. هیچ کدام از بچه‌ها برای امتحان آماده نبودند. به محض وارد شدن فربود به کلاس، کیارش به او گفت سلام، خوبی؟ به نظرم بریم با آقای کوثری و آقای لهونی یه صحبت کنیم و ازشون بخوایم که امروز امتحان رو برگزار نکنن. فربود با خونسردی در جواب گفت نیازی به این کارا نیست. خودم درستش میکنم. خیال همتون راحت باشه. بچه‌ها که به حرفهای فربود اطمینان کامل داشتند، نفس راحتی کشیدند. فربود با خونسردی به طرف دفتر آقای مدیر به راه افتاد. بعد از چند قدم کمی مکث کرد، برگشت و نگاهی به بچه‌ها انداخت و انگشت اشاره خود را به حالت تأکید بالا برد و به بچه‌ها گفت رفقا، لطفاً کسی دنبال من نیاد. ضمناً پشت در دفترم جمع نشید. بچه‌ها قبول کردند. چند دقیقه بعد سر و صدای آقای آزمند مسئول قسمت تکثیر در راهروی دبیرستان پیچید. آقای فرهودی عجله کنین. از دستگاه فتوکپی داره دود بلند میشه. یه کاری کنید دیگه. آقای فرهودی سراسیمه به طرف کنتور برق رفت و آن را قطع کرد. بوی سوختگی تمام راهرو را پر کرده بود. اکثر معلمان در کنار اتاق تکثیر جمع شدند. آقای مدیر بعد از چند دقیقه بررسی دستگاه‌های کپی به آقای آزمند گفت از طرف من برو به مهندس رضوی بگو بیاد یه نگاهی به این دستگاه‌ها بندازه. در این لحظه معلمان فیزیک و شیمی به آقای مدیر گفتند اگه به کمک احتیاج دارین ما در خدمتیم. آقای فرهودی در حالی که با دست راستش زیر چانه‌اش را گرفته بود گفت نه تشکر، نیازی نیست. شما با خیال راحت برید و امتحاناتون رو برگزار کنید و با توجه به اینکه امکان تکثیرم وجود نداره به بچه‌ها بگید که خودشون سوالای امتحانیشون رو بنویسن. در بحبوحه صحبت‌های بچه‌ها بود که آقای کوثری ناگهان وارد کلاس شد و با ناراحتی به بچه‌ها گفت یعنی چی؟ مگه جلسه گذشته به شما نگفتم قبل از اینکه به کلاس بیام صندلی‌ها رو پشت سر هم با فاصله مناسب برای امتحان ردیف کنین؟ رنگ و روی بچه‌ها به کلی عوض شد. اضطراب شدیدی وجود اونها رو فرا گرفت. کیارش که از همه مضطرب‌تر به نظر می رسید به بغل دستیاش گفت بفرمایید. اینم از آقا فربود مثلا رفته کار ما رو درست کنه. فربود هنوز به کلاس برنگشته بود که آقای مدیر وارد شد و به آقای کوثری گفت تلفن با شما کار داره. آقای کوثری که هنوز سوالات امتحانی را نخوانده بود به نماینده کلاس گفت مواظب کلاس باش تا من برگردم. حدوداً 5 دقیقه‌ای گذشت که آقای کوثری با آشفتگی وارد کلاس شد و گفت مشکلی برام پیش اومده، من باید برم، امتحان به جلسه آینده موکول میشه. با شنیدن این خبر بچه‌ها نفس راحتی کشیدند. زنگ بعد آقای مؤمنی ناظم مدرسه به کلاس آمد و گفت آقای لهونی برای خرید تجهیزات آزمایشگاه شیمی به بیرون رفته و نمیتونه دیگه امروز برگرده. حالا کتاباتون رو در بیارید و مطالعه کنید. آقای ناظم بیرون رفت. چند دقیقه پس از اون فربود در حالی که خیلی خسته و کسل به نظر می رسید وارد کلاس شد و در جای خودش نشست. در آن هنگام مازیار با صدای بلند فریاد زد داش فربود، کارت عالی بود، دم شما گرم، دستت درد نکنه.
به این ترتیب آن روز امتحانات فیزیک و شیمی برگزار نشد و همین موضوع سبب گردید توانایی‌های ویژه فربد را بیش از پیش باور کنند. این اخبار به تدریج در تمام مدرسه و به طبع آن در گوشه و کنار شهر پخش شد. تمام معلمان و مسئولین مدرسه، حتی آقای فرهودی که در ابتدا فکر می‌کرد فربد در اوهام و تخیلات است، نظرشان درباره او به کلی عوض شد. مدتی گذشت تا اینکه صبح یکی از روزهای اردیبهشت ماه، فربد در حالی که کتاب آبی رنگ چند ماه گذشته را در دست داشت، به طرف کتابخانه مدرسه در طبقه بالا رفت. وارد کتابخانه شد و به آقای نائینی مسئول کتابخانه سلام کرد. سلام پسرم. ببخشید، میخوام این کتابو به کتابخونه هدیه بدم. بسیار خوب، بده ببینم. چقدر جالب. دستان شفابخش نوشته خوز سیلوا. این همون کتاب آبی رنگه بود که بعضی از بچه‌ها تعریفشو میکردن؟ یعنی شما این کتابو نخوندین؟ نه، اما بعضی از دوستان و آشناها اون رو خونده بودن. به تمریناتش هم عمل کردن ولی به نتیجه‌ای نرسیدن. اما من به وسیله این کتاب کارهای زیادی انجام دادم آقا. این کتاب علاوه بر شفابخشی مصدومان و بیماران کاربردهای دیگه‌ای هم داره. بله، درباره تو بعضی از کارات خیلی چیزا شنیدم که تو توانایی پیشگویی و کنترل حوادث آینده رو داری. خب حالا یه سوال ازت میپرسم، ببینم میتونی درست پیش بینی کنی؟ مثلا من چند سالمه و چند تا بچه دارم. خب آقا لطفاً یه چند دقیقه صبر کنید. فربد روی یکی از صندلی‌های کتابخانه نشست. چشمانش را بست و بعد از حدود 3 دقیقه چشمانش را باز کرد و گفت: شما دقیقاً 52 سالتونه. 2 تا پسر دوقلوی 22 ساله و یک دختر خانم 18 ساله هم دارید. آقای نائینی که چشمهایش گرد شده بود و حسابی متعجب بود با شگفتی گفت: بله، کاملا درسته. پسر چه توانایی خارق‌العاده‌ای داری. احسنت، واقعا این شبیه یه معجزه است. میگم حالا یه چیزی به ذهنم رسید، امیدوارم بتونی کمکم کنی. ما یه فامیلی داریم که پسر 14 سالشون در حین اسب سواری زمین میخوره و قطع نخاع میشه. بنده خدا اون اصلا نمیتونه دیگه راه بره و کاملا هم فلج شده. پدر و مادرش دار و ندارشون رو فروختن و به چند تا پزشک متخصص صاحب نام مراجعه کردن که این بچه سلامتیش برگرده، ولی خب توفیقی حاصل نشده. حالا ازت یه خواهشی دارم، میتونی یه کاری کنی که دوباره این بچه بتونه راه بره و به زندگی قبلش برگرده؟ فربد کمی به فکر فرو رفت و سپس گفت: من هر خدمتی که از دستم بر بیاد برای شما انجام میدم. آقای نائینی هم گفت: تشکر پسرم، از بابت این کتاب خیلی ازت ممنونم. من همین الان این کتابو توی قفسه کتابخونه میذارم که همه بتونن ازش استفاده کنن. ضمناً اگه موافق باشی فردا هم با هم بریم خونه اون پسره که بهت گفتم. عصر روز بعد آقای نائینی فربد را پیش آن پسر که اسمش میلاد بود برد. فربد پس از اینکه از محل قطع نخاع اطلاعات لازم را به دست آورد به آقای نائینی گفت: من تا به حال روی درمان قطع نخاع کار نکردم، اما روی درمان کلیه، خونریزی، آرتریت مفاصل و بیماریای این مدلی خیلی کار کردم. ای کاش الان آقای سیلوا الان اینجا بودن و درباره درمان بعضی از بیماریای دیگه مثل قطع نخاع و از کار افتادگی دست و پا هم منو راهنمایی میکردن. خیلی دوست دارم آقای سیلوا رو ملاقات کنم و در مورد این موارد ازش کمک بخوام. بزرگترین آرزوم در حال حاضر همینه آقا. به هر حال من کارمو انجام میدم. فقط بعد از این کار باید مدتی استراحت کنم چون انرژیم تا حد خیلی زیادی از دست میره. فربد 2 دستش را مثل گذشته به صورت موازی در 2 طرف محل قطع نخاع قرار داد. چشمان آقای نائینی و خانواده میلاد به طرف نقطه مرکزی فاصله بین 2 دست فربد خیره شده بودند. نور روشن سبز رنگی در حال انتشار و تشعشع از آن نقطه بود. آن نور پس از مدتی همانند یک کره آتشین دیده میشد و تمام فضای اتاق را روشن کرده بود و تعجب همگان را برانگیخته بود. میلاد کم کم از هوش رفت، اما فربد کار خود را ادامه داد.
پس از حدود نیم ساعت فربد فضای بین دو دستش را زیاد و زیادتر کرد و آن نور سبز کمرنگ و کمرنگتر شد تا اینکه کاملا محو گردید. فربد خسته و کوفته سرش را روی زمین گذاشت و در حالی که آرام آرام می گفت ای کاش از پاس شفا دهنده هم استفاده می کردم، خوابش برد. آقای نائینی فربد را به اتاق خواب میلاد برد. میلاد کم کم داشت به هوش می آمد. پایش به لیوان آب برخورد کرد و آب ریخت. این اولین نشانه بهبود او بود. مادر میلاد با دیدن این صحنه با صدای بلند جیغ کشید و اشک شوق از چشمانش جاری شد. مادرش با ترس و امید زیاد فریاد کشید که خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا هزاران بار شکرت که پسرمو دوباره به من برگردوندی. پسرم یه بار دیگه پاتو تکون بده. میلاد در مقابل چشمان آقای نائینی و خانواده‌اش به راحتی از جایش بلند شد. چند قدمی داخل اتاق راه رفت و با شور و شوق فراوان گفت بابا، مامان ببینین، من دارم راه میرم. این واقعا شبیه یه معجزه است. پدر و مادر میلاد که از خوشحالی سر از پا نمی‌شناختند، میلاد را در آغوش گرفتند و خداوند را به خاطر این لطف شکرگزاری کردند. پدر میلاد با خوشحالی وصف ناپذیری دست آقای نائینی را به گرمی فشرد و گفت آقای نائینی، سلامتی میلادم و اول از لطف خدا میدونم و بعدم از لطف شما و فربد. امیدوارم بتونم صمیمانه محبت شما و فربد جوانمون رو جبران کنم. چند ساعت گذشت اما فربد بلند نشد. آقای نائینی که بیرون رفته بود برگشت و به میلاد گفت میلاد جان، از اینکه میبینم دوباره سر پا هستی برات خیلی خوشحالم. راستی فربد هنوز بیدار نشده؟ میلاد که در حیاط گلها را آبیاری میکرد گفت نه هنوز خوابیده. آقای نائینی به سمت اتاق خواب رفت. در را باز کرد و چند بار فربد را صدا زد. فربد جان، بیدار شو پسرم، وقت رفتنه. ولی او کوچکترین تکانی هم نخورد. آقای نائینی باز هم تلاش کرد تا فربد را بیدار کند اما هیچ فایده ای نداشت. او که از نگرانی بسیار دست پاچه شده بود با عجله فربد را بغل کرد و به بیمارستان رساند. با وجود چند روز مراقبت‌های ویژه که توسط چندین متخصص و تیم پزشکی حاضر در بیمارستان انجام یافت، اما فربد به هوش نیامد. در این هنگام آقای نائینی از پروفسور بختیاری رئیس تیم پزشکی فربد در مورد حال فربد پرسید که پروفسور بختیاری به او پاسخ داد متاسفم، خیلی خیلی متاسفم. ما و تیم پزشکی نهایت تلاشمون رو کردیم که فربد رو به هوش بیاریم، اما متاسفانه دچار حالت کما شده و احتمال اینکه به زندگی مجدد برگرده کمتر از 30%. پروفسور بختیاری دست بر شانه آقای نائینی گذاشت و ادامه داد. همدردی منو بپذیرید. از دست ما دیگه کاری بر نمیاد. خواهش میکنم که از صمیم قلب فقط براش دعا کنید. آقای نائینی که بغض گلویش رو گرفته بود در جواب پروفسور بختیاری گفت پروفسور، از تموم زحمت‌های شبانه روزی شما و کادر پزشکیتون صمیمانه ممنونم. ولی خب آقای پروفسور، خواهش میکنم ما رو راهنمایی کنین. اگه ما فربدو به یکی از بهترین بیمارستان‌های آلمان ببریم چی؟ اصلاً امیدی هست یا نه؟ پروفسور بختیاری در جواب گفت خلاف تواضع و فروتنیه که اگه بگم بنده حقیر عضو جامعه جراحان آمریکا و اروپا هستم. مطمئن باشید همین جوابی رو که من در اینجا به شما دادم، همین پاسخ رو هم در آلمان و امریکا به شما خواهند داد. کسی نمیدانست که فربد برای همیشه از دست رفته است، در حالی که در آخرین لحظات هوشیاریش آرزوی دیدار با خوزه سیلوا را داشت، به خوابی ابدی فرو رفت. در این هنگام نور سبز رنگی تمام فضای اتاق را روشن کرد و فربد از بالا به جسم بیجان خود که بر روی تخت افتاده بود نگاه می‌کرد. ناگهان هاله‌ای نورانی در اطراف فربد به چرخش درآمد. اندکی بعد هاله نورانی ساکن شد و در قالب پیکری نمایان گردید. فربد پرسید شما کی هستین؟ چهره شما خیلی برام آشناست. در این لحظه آن پیکر دستش را به سمت فربد بلند کرد و گفت پسرم، من خوزه سیلوا هستم، همون کسی که آرزوی دیدنش رو داشتی. من منتظرت بودم. بیا تا با هم از اینجا بریم.
فربود خوز سیلوا را در آغوش گرفت و سیلوا به او گفت بیا تا سوار پگاسوس بشیم، همون اسب بالدار، و برای همیشه به شهری در آسمون ها بریم. حالا پسرم بگو ببینم آیا موافقی؟ فربود سرش را به علامت تایید پایین آورد. آنها سوار بر پگاسوس شدند و با سرعتی همچون نور به سمت شهر آسمانی حرکت کردند. آقای نائینی که از پشت شیشه این صحنه را دیده بود، در حالی که اشکهایش را پاک می کرد و می دانست که فربود برای همیشه از دست رفته، به آرامی زمزمه کرد و گفت انا لله و انا الیه راجعون. داستان دوم، پنجره‌ای در زمان و مکان. خلاصه این داستان در ماهنامه بین المللی دانشمند در تیر ماه 1383 به چاپ رسیده است. سفینه گریدیوس با شاخص سرعت 98 ماخ در حال خروج از مدار قطبی زمین بود. پروفسور ویلارد، یوفولوژیست و مدیر آژانس فضایی اروپا، به همراه 2 سایبورگ به نامهای روتور و مگازورد و همچنین یک یوفو از سیاره مریخ که به طور مخفیانه آن را به گریدیوس وارد کرده بود، در حال هدایت سفینه بود. پروفسور با آرامش به مگازورد گفت: زمان را به همراه مختصات تقریبی گریدیوس ثبت کن. 20 سپتامبر سال 2104 میلادی، رأس مدار قطبی. بسیار خوب روتور، حالا نوبت توئه. قبل از خروج از جو زمین برو وضعیت موتورهای فوقانی، همجوشی هسته‌ای اونها و درجه مخازن هیدروژن اکسیژن رو کنترل کن. روتور پس از چند دقیقه برگشت و گفت: مشکلی نیست آقای ویلارد، همه چیز رو به راهه. در این لحظه یوفو که در فکر فرو رفته بود با ریشخند به پروفسور گفت: چقدر مسخره، یعنی انرژی این سفینه به وسیله همجوشی تأمین میشه؟ بله، این حاصل چند دهه تحقیقات و کار شبانه روزی ما در آژانس فضایی اروپا است. این نشون میده که تکنولوژی شما انسان‌ها از ما مریخی‌ها خیلی ضعیف‌تره. چند نفر از یوفوها قبلا این موضوع به من گفته بودن. یعنی شما روش دیگه ای رو مورد استفاده قرار میدید؟ روش ما اونقدر ساده است که مؤثر بودن اون قطعا شما آدمیان رو دچار حیرت میکنه. این تکنولوژی تضمین کننده بقای نسل شما زمینی هاست. من بسیار مایلم تا بیشتر راجع به این قضیه صحبت کنم. منتظرم بشنوم بگو یوفو. ولی ما هنوز در مورد تقسیم بندی منظومه شمسی به توافق نرسیدیم. ما قبلا در این باره صحبت کرده بودیم. از مدار مرکزی برجیس تا عطارد سهم ما و از مرکز برجیس به سمت مدارهای بزرگتر سهم شما یوفوها. البته ما برای جناب عالی هدیه ویژه‌ای در نظر گرفتیم. به شما اجازه میدیم که از سیارک دوم مریخ و کانیهای غنی اون استفاده شخصی ببرید. البته مواظب باشید که به بقیه یوفوها و همچنین سایر دوستانم در ESA در این باره اصلاً چیزی نگید. واقعاً که شما انسان‌ها شیاد هستین. همیشه همینطور بودین. ما اگه بخوایم ظرف چند ثانیه تمام منظومه شمسی رو به زور از شما خواهیم گرفت. البته ما هرگز در گذشته چنین کاری نکردیم، چون مثل شما انسان‌ها یاد نگرفتیم که از قدرتمون سوء استفاده کنیم. در ضمن من هرگز مثل شما به هم نوعان خودم خیانت نمی کنم و از هیچ موجود زمینی و غیر زمینی باجگیری نمی کنم. حتما به خاطر دارین که در آخرین دیدارمون در قطب جنوب توافق کردیم که مدار گذرنده از مرکز حلقه زحل مرزهای جدید ما باشن. ما متعهد شدیم که از ارسال جستجوگرها و تجهیزات استراق سمع خودمون به ماه، زهره و ستاره آلفا قنتورس و قطبین زمین خودداری کنیم و شما هم متعهد شدید که ایستگاه‌ها و سفینه‌های ستاره نورد اتمی خودتون رو که تا ستاره برنارد پیشروی کرده بودن از مرزهای ما خارج کنید.
بله کاملا درسته. باید اعتراف کنم که شما یوفوها به مراتب از ما انسانها خیلی هوشمندتر و توانمندتر هستین. به محض رسیدن به اولین سیارک زحل پیمان جدیدمون رو با هم دیگه منعقد میکنیم. ولی الان ازت میخوام که بیشتر از این منتظرم نذاری و درباره اون فرایندی که شما به وسیلش انرژی تولید میکنید برام بگی. همونطور که گفتم این روش بسیار ساده است. بیش از 300 قرنه که ما از این متد استفاده می کنیم. این ساده ترین روش تولید انرژی با 100% راندمانه. با ایجاد اختلالات ناگهانی در میدان مغناطیسی موضعی زمین یا هر ستاره و اجرام آسمانی دیگه میشه انرژی تولید کرد که ورای اندیشه بشریه. ما با این وسیله نیروی رانشی لازم برای به حرکت درآوردن فضاپیماهای میان سیاره‌ای خودمون رو تأمین می‌کنیم. در واقع ایجاد تغییرات در میدان جاذبه باعث به جلو رونده شدن سفینه‌های فضایی ما میشه. نیروی جاذبه برای ما منبعی سرشار از انرژیه. پروفسور ویلار چند دقیقه‌ای به فکر فرو رفت و با خودش گفت: شباهت‌های زیادی بین قانون جاذبه جهانی نیوتن و قانون سر هامفری گیلبرت در مورد کنش متقابل قطب‌های مغناطیسی وجود داره. وقتی انسان بتونه نیروهای مغناطیسی و الکتریکی رو مهار کنه و از اونها استفاده مفید به عمل بیاره، چرا نتونه این کار رو با نیروی جاذبه انجام بده؟ موشک دارای نیروی محرکه شیمیایی نمیتونه پاسخگوی سفرهای فضایی ما باشه. باید نیروی جاذبه رو به انرژی الکتریکی تبدیل کنیم و از این پس پژوهش‌های فضایی خودمون رو با تجهیزات برقی به انجام برسونیم. در این لحظه پروفسور ویلارد به یوفو گفت: در 1.5 قرن گذشته ما از هیدروژن مایع برای تأمین سوخت سفرهای فضایی خودمون استفاده می کردیم. پس از اون به طور آزمایشی از واکنش ماده ضد ماده در سفینه USS انترپرایز که به وسیله کریستال دیتیلیوم سرعت اون کنترل می شد استفاده کردیم که خب البته چندان نتیجه بخش نبود. دست آخر در همین فضاپیمای میان ستاره‌ای گریدیوس که ESA به اون لقب قیف کیهانی داده، از اتم‌های هیدروژنی برای واکنش همجوشی هسته‌ای جهت تولید دائمی انرژی هسته‌ای استفاده کردیم. اما خب ما متاسفانه موفق نشدیم شتاب دهنده‌ای که با ماده ضد ماده کار کنه رو بسازیم. چون ضد ماده در کیهان بسیار کمیابه و ما مجبوریم که با آزمایشات بسیار پرهزینه اونها رو بسازیم. و علاوه بر این مشکل نگهداری ضد ماده خودش یه معضل خیلی بزرگه، چون ضد ماده در تماس با هر ماده‌ای همراه با انفجار بزرگی از بین خواهد رفت. اما این روش خیلی روش فوق‌العاده‌ایه. نمیدونم چرا هیچ وقت روی این پروژه سرمایه گذاری نکردیم. با این روش سفرهای ما خیلی کوتاه میشه و دیگه نیازی به خواب مصنوعی و انجماد مغز و بدن فضانوردای خودمون نداریم. بله، ما با این روش با سرعتی چند برابر نور به صورت زیگزاگی و جهشی سفینه‌های خودمون رو به جلو میبریم. پروفسور ویلارد در کنار سایبورگ ها قرار گرفت و خطاب به یوفو گفت: نظر تو در مورد این سایبورگا چیه؟ آیا بین من و اونها کوچکترین تفاوتی میبینی؟ همونطور که میبینی اونها مثل من موجوداتی مرکب از پوست و گوشت و خون هستن. اما اونها انسان کامل نیستن. اینا بزرگترین اختراع ما در قرن 21 بودن. در این لحظه یوفو خندید و گفت: همونطور که گفتم شما انسانها واقعاً مکار هستید. اما متاسفانه هوش شما به اندازه‌ای نیست که بتونه ما رو هم فریب بده. شما با اون سایبورگ ها فقط میتونید هم نوعای خودتون رو فریب بدین و در شبکه‌های جاسوسی خودتون برای از بین بردن 3 تا رقیب قدرتمند فضاییتون یعنی آمریکایی ها، روس ها و ایرانی ها از اونها استفاده کنید. من به محض اینکه این 2 تا شبه انسان رو دیدم متوجه وجود تجهیزات الکترومکانیکی در اعصاب و دست و پای اونها شدم. از اونجایی که دندونها و سطوح خارجی بدن ما از کریستال‌های نقره ساخته شده، بنابراین هر نوع علائم الکترومغناطیسی رو به سرعت جذب می‌کنیم. به همین دلیل از همون ابتدا متوجه شدم که این 2 تا سایبورگ انسان واقعی نیستن. تکان‌های خفیفی که لحظه به لحظه شدیدتر می‌شدند، سفینه را به لرزه در می‌آوردند.
مگازورد به روتور گفت برو تلسکوپ رو نگاه کن. روتور چند دقیقه بعد برگشت و گفت چیزی شبیه یک سوراخ سیاه ما رو به سمت خودش میکشه، اما فکر میکنم که هنوز فرصت کافی برای فرار از چنگ اون داریم. پروفسور ویلارد سراسیمه به مگازورد گفت خیلی سریع 4 موتور سمت چپ هم به کار بنداز و جهت سفینه رو به سمت چپ هدایت کن. یوفو که بسیار خونسرد به نظر می رسید به پروفسور گفت آقای ویلارد آروم باشید. چیزی که شما فکر می کنید یک حفره و سوراخ سیاهه بزرگترین شانس شما در این پژوهش فضاییه. هدف شما رسیدن به ستاره برنارده و تا دقایق دیگه شما به اون خواهید رسید. پروفسور ویلارد با تعجب گفت ستاره برنارد 6 سال نوری از زمین فاصله داره. ما هنوزه تقریبا در کمربند سیارک‌های مریخ هستیم و بنابراین با این سرعتی که الان داریم فکر میکنم حداقل 2 سال دیگه برای رسیدن به برنارد زمان نیاز داریم. همونطور که میدونین ما الان در 3 بعد فضا و 1 بعد زمان در حرکت هستیم. خب باید با واقعیت اون سازش کنیم. البته که فیزیکدانان هنوز درباره فضاهایی که بیش از 3 بعد دارن مشغول تحقیقن، ولی خب 1.5 قرن پیش آلبرت انیشتین هم کارایی در این زمینه انجام داده. طبق یکی از تئوریای اون هر چیزی که دارای جرم باشه فضا و زمان پیرامونش رو خم میکنه و این پدیده سبب نیروی جاذبه میشه. با این حساب میتونیم بگیم که جهان ما به شکل یک منحنی بسته است. یعنی اگه ما در طول یکی از ابعاد اون شروع به حرکت کنیم در انتها به نقطه‌ای که از اونجا حرکت خودمون رو آغاز کردیم میرسیم. البته 1 قرن پیش از انیشتین یک ریاضیدان دیگه به اسم آگوست فردیناند موبیوس نظریه سطوح یک جهته رو ارائه داد که به وسیله اون متناهی بودن کیهان ما به اثبات رسیده شده. من به شدت مجذوب افکار موبیوس هستم. بله، اگرچه انیشتین از نظر شما یک دانشمند نابغه است، ولی اون دارای یک اشتباه خیلی بزرگه. ایشون اندازه جهان هستی رو همیشه یکسان فرض کرده. در بافت یک پارچه فضای ما سوراخ‌هایی موجوده که ماده میتونه از اون خارج یا داخل بشه. کشتی‌های فضایی میتونن از فضاهای دور با فاصله میلیون‌ها سال نوری در یک لحظه به زمین برسن. برای اینکه چنین امری ممکن بشه باید بعد 4 هم وجود داشته باشه. اما الان ما با سرعتی ملایم به سمت اون بعد 4 در حرکتیم. پس لطفاً به سایبورگ ها دستور بدید که موتورهای شتاب دهنده رو خاموش کنن. بسیار خوب. حالا همگی در جایگاه های خودتون محکم بشینید و کمربندهای ایمنیتون رو هم ببندید، چون برای چند ثانیه سفینه ممکنه که یه حرکت مارپیچی داشته باشه. پس باید کاملا خونسرد و بی حرکت باشید. پروفسور که در حال استقرار در جایگاه خود بود گفت حالا فهمیدم. ما الان در حال حرکت به سمت یک کرمچاله هستیم. جهان در حال حاضر مرتباً در حال انبساط بوده و به همین دلیلی که این کرمچاله ها ایجاد شده و زمان فقط رو به جلو حرکت میکنه. اگر جهان دوباره شروع به انقباض کنه ممکنه که جهت زمان هم خوب عوض بشه و به سمت عقب برگرده. با این حساب کهکشان‌های موازی با کهکشان‌های ما هم که با دنیای ما تقارن دارن باید در حال انبساط باشن. در نتیجه انبساط این 2 دنیای متقارن با یکدیگه قانون مشترکی در میون اونها به وجود میاره به نام کرمچاله. این قانون پنجره‌ای رو به زمان و مکان دیگه ایه. با این وصف ما میتونیم با این میانبر زمانی و مکانی به کهکشان کووازار که 3 میلیارد سال نوری از منظومه شمسی فاصله داره بریم. اما اگه واقعاً به سمت یک سیاهچاله کشیده میشدیم چی؟ نیروی جاذبه عظیم اون میتونست سبب خم شدن ابعاد زمان و مکان به روی اون بشه، به طوری که یک حلقه ایجاد کنه. اگه درون چنین حلقه‌ای سفر می‌کردیم مطمئناً زمان طبق معمول جلو نمی‌رفت، بلکه به روی خودش تا می‌شد. یعنی ما عاقبت در حلقه زمان به عقب خواهیم رفت. در واقع وقتی شخصی به سیاهچاله‌ای نزدیک میشه فضا و زمانی که در اون قرار داره کش میاد. با این وصف تئوری چند جهانی هم بیشتر تقویت میشه. در این لحظه یوفو با لحن شیطنت‌آمیزی گفت
کافیه جناب پروفسور. در همینجا زیاده خواهی شما آدمیان که تا ستاره برنارد و کهکشان کوازار پیش رفته تموم میشه. زندگی خوبی رو برای شما در سیاه چاله سیگنوس آرزو میکنم. خدا حافظ برای همیشه. یوفو در یک چشم به هم زدن ناپدید شد. پروفسور با ترس و وحشت بسیار به سایبورگ ها گفت: ما فریب خوردیم. همه چیز تموم شد. تا چند ثانیه دیگه به همراه گریدیوس در زمان و مکان محو میشیم. سفینه آیرودینامیکی گریدیوس با سرعتی در حدود 1/10 سرعت نور به صورت مارپیچی توسط افق بیبازگشت سیاهچاله در حال بلعیده شدن بود و سرانجام مدار افق را قطع کرد. تماس‌های مکرر ESA با گریدیوس نتیجه‌ای نداشت. سفینه مثل ماکارونی کش می اومد و وقتی از نقطه افق سیاهچاله عبور کرد برای همیشه از نظرها ناپدید شد. داستان سوم، سفری با ارواح. خلاصه این داستان در ماهنامه بین‌المللی دانشمند تیر ماه 1381 به چاپ رسیده است. شب از نیمه گذشته بود. شهروز لبه پنجره اتاقش نشسته و مشغول خواندن داستانی به نام شبح شناور بود. بر اثر خواندن مطالب آن کتاب اندیشه عمیقی او را فرا گرفت. گهگاه سرش را از روی کتاب بر می داشت و به ستاره‌های آسمان نگاهی می کرد. یک لحظه که سرش را از روی کتاب برداشت، درخشش شهاب سنگ زیبایی را دید که در یک آن از دیدگانش محو شد. او دوباره حواسش را متوجه کتاب کرد. اما قبل از اینکه به کتاب نگاه کند، به این موضوع فکر کرد که اگر مطالب این کتاب واقعیت داشت چقدر عالی میشد. در داستان آن کتاب دخترکی به نام مهدیس وجود داشت که به علوم اسپریتیسم و روح شناسی خیلی علاقه‌مند بود و سعی می‌کرد که با استفاده از متد احضار روح با عالم ارواح ارتباط برقرار کند. آن دخترک پس از کوشش فراوان و با توجه به استعداد فطریش برای احضار روح موفق می شود که در هر زمان و هر مکانی که بخواهد اشباح و ارواح را به حضور خود بخواند و از آنها هر چیزی را درخواست کند. البته در طی مطالب کتاب مرتب گفته شده بود که دخترک قدرت تمرکز بسیار بالایی داشته. او قادر بوده که در یک آن ذهن خود را از همه چیز و همه کس خالی کند و ذهنش را فقط بر روی احضار اشباح متمرکز کند. شهروز در کنار علاقه به این کتاب‌ها به فیزیک، به خصوص فیزیک امواج و انرژی بسیار علاقه‌مند بود و مطالعه این گونه کتاب‌ها را هم در دستور کار خود قرار می‌داد. او همچنان مشغول مطالعه آن کتاب بود که عبارتی توجهش را به خود جلب کرد. مهدیس می‌خواست انرژیش را آزاد کند تا همراه اشباح به دنیای آنها سفر نماید. به همین جهت حواسش را متمرکز کرد و زیر لب چندین بار تکرار کرد: ای انرژی من، آزاد شو، آزاد شو، جسمم را رها کن، رها کن، رها. و بالاخره توانست انرژیش را خارج کند. شهروز که خیلی هیجان زده شده بود دیگر به خواندن کتاب ادامه نداد. کتاب را بست و تصمیم گرفت حواسش را متمرکز کند و حرکات مهدیس دخترک آن داستان خیالی را تقلید کند. به همین جهت بلند شد و نور چراغ اتاقش را کم کرد. در اتاقش را قفل نمود. شمعی را برداشت و آن را روشن کرد. یوگاوار نزدیک آن شمع شد و نشست و عملیات را به تقلید از آن داستان از اول تا آنجایی که خوانده بود شروع کرد. او به شعله شمع خیره شد تا اینکه پس از چند دقیقه حواسش بر آن متمرکز شد و پس از حدود 15 دقیقه چشمانش را بست و استفاده از جملات خود هیپنوتیزمی را زیر لب آغاز نمود. ای روح من، از من جدا شو، جدا شو. بالا برو،
بالا، بالاتر. شهروز پس از ادای این جملات احساس عجیبی پیدا کرد. حس می کرد که در حال رها کردن بار سنگینی است و لحظه به لحظه سبکتر می شود. چند دقیقه‌ای به همین صورت گذشت تا اینکه کم کم احساس کرد که در حال اوج گرفتن از کف اتاق خواب است. در همین حین که تا سقف چند سانتی متری فاصله داشت، نگاهی به پایین انداخت و وحشت زده شد. او جسمش را بر روی زمین دید که مثل جنازه‌ای مرده و افتاده بود. شهروز چندین بار فریاد زد: بابا، بابا، داداش، داداش، کمک! اما ظاهراً آنها در خواب سنگینی فرو رفته بودند و صدایش را نمی شنیدند. در این لحظه اشباحی شبیه هاله‌ای از مه غلیظ در چندین رنگ مختلف در اتاق خواب ظاهر شدند. یکی از آنها به شهروز گفت: به دنیای نامرئی ما خوش آمدی. حوصله همه ما سر رفته بود. خوب شد که تو هم آمدی. حالا بیا با هم برویم در آسمان گشتی بزنیم. بهتر است از راه سقف اتاق خواب بیرون برویم. همه اشباح یکی پس از دیگری وارد سقف شدند و ناپدید گشتند. شهروز تصمیم گرفت که از سقف بیرون برود. او در حالی که از سقف می‌گذشت خیلی خوشحال و با خودش گفت: این دقیقاً همان چیزی است که در داستان خوانده بودم. بالاخره به آن چیزی که می‌خواستم رسیدم. او در یک چشم به هم زدن خود را بر پشت بام خانه مشاهده کرد. مثل یک پرنده که تازه از قفس آزاد شده باشد. سبکبال، رها و آزاد از هر قید و بندی به هر طرف که می‌خواست پرواز می‌کرد و لذت می‌برد. آسمان کاملاً صاف بود. تاریکی شب همچون چادری سیاه بر همه جا سایه افکنده بود و ستارگان با درخشندگی خیره کننده‌ای در آسمان رقصان خودنمایی می‌کردند. هلال نورس ماه بر زیبایی هرچه تمامتر شب افزوده بود. شهروز به سرعت خود را به اشباح رنگین رساند. آنها در حال حرکت به سوی بام یک ساختمان 28 طبقه بودند و بالاخره پس از چندین دقیقه بر روی بام رسیدند. شهروز که بر طبقه 28 آن ساختمان تمرکز کرده بود، در یک آن خود را در میان اعضای خانواده آن طبقه دید. اعضای آن خانواده هنوز بیدار بودند. هر یک از اعضا کار خود را انجام می‌دادند. پدر خانواده با خستگی مشغول انجام کارهای اداریش بود. شهروز خیلی می‌ترسید چون فکر می‌کرد که همه او را می‌بینند و گیرش می‌اندازند. اما هیچ عکس‌العملی از کسی نمی‌دید. خودش حدس می‌زد که چه اتفاقی افتاده و برای اینکه حدس خود را به یقین تبدیل کند جلو رفت و بر روی یکی از صندلی‌ها روبروی پدر خانواده نشست. چندین بار شروع کرد به فریاد زدن که آهای! آهای! منو می‌بینی؟ اما پدر خانواده نه او را می‌دید و نه صدایش را می‌شنید. شهروز که خیلی خوشحال بود از میان سقف خانه به راحتی عبور کرد. خود را به اشباح رساند و به آنها گفت: بالاخره به آن چیزی که می‌خواستم رسیدم. دیگر برای همیشه آزادم و هر کاری که دلم بخواهد انجام می‌دهم. در این هنگام یکی از اشباح به شهروز گفت: آماده باش چون می‌خوایم وارد زمان بشیم. شهروز تا خواست چشم به هم بزند خود را در زمانی دیگر و جایی دیگر دید. در آنجا حتی خانه‌ها، مغازه‌ها، خیابان‌ها و پل‌ها به صورت هاله‌ای شبیه مه غلیظ بودند. حتی یک مولکول مادی هم در آنجا وجود نداشت که توسط انسان قابل لمس باشد. چیز عجیبی که به چشم می آمد این بود که در آنجا آسمانی دیده نمی شد و خب ستاره‌ای هم وجود نداشت. شهروز از یکی از اشباح پرسید: اینجا چرا این شکلیه؟ اصلا شما چجوری تونستین به این شکل در بیاین؟ یکی از اشباح که نارنجی رنگ بود گفت: ما انرژی آزاد شده هستیم. من 67 سال در بدن انسانی فرو رفته بودم. وقتی که اون بدن فرسوده شد دیگه توانایی نگهداری منو نداشت، پس جای خوبی هم برای موندن من نبود. به همین دلیل تصمیم گرفتم که اون بدن رو ترک کنم و رهاش کنم و به زادگاه اصلیم، یعنی همین جایی که تو میبینی برگردم. اینجا تفاوت‌های زیادی با محل قبلی زندگی تو داره. خودت حتما به وقتش این تفاوت‌ها رو درک میکنی. شهروز که خیلی شگفت زده شده بود جستی زد و به حرکت افتاد.
همچنان که در حال حرکت بود، منظره‌ای بسیار زیبا، دلکش و روح‌نواز او را بیشتر تحت تأثیر قرار داد. به یک چمنزار بزرگ و سرسبز در کنار چشمه جوشان رسید که آب مزه‌اش مثل شیر و عسل بود. البته که این منظره با بسیاری از مناظر بکر و دست نخورده‌ای که شهروز تا حالا توی عمرش دیده بود خیلی تفاوت داشت. این چشمانداز هم مثل تمام چیزهای دیگر به صورت هاله‌ای از انرژی اما به رنگ‌های سبز و نیلی به نظر می آمد. آنجا همه چیز راکد و آرام بود و کوچکترین صدایی به گوش نمی رسید. او دو هدهد را دید که در کنار چشمه ایستاده بودند. آن دو هدهد مانند همه چیزهای دیگری که در آنجا وجود داشت به صورت هاله‌ای از انرژی بودند. کمی آن طرفتر جمعیت زیادی از اشباح به آرامی در حال حرف زدن با یکدیگر بودند و لبخند می زدند. شهروز بلافاصله یاد روزهایی افتاد که در خانهشان جنگ اعصاب و دعوا میان پدر و مادرش موج میزد و تنها چیزی که در خانهشان به گوش می رسید صدای جر و دعواهای واهی بود. او به یاد روزهای مدرسه افتاد که در آنجا بین بعضی از بچه‌ها همیشه اختلاف وجود داشت. یاد مردم شهرشان افتاد که همه با سوء ظن به همدیگر نگاه می‌کردند، پشت سر هم غیبت می‌کردند و آرزوی مرگ یکدیگر را داشتند. شهروز وقتی به همه جا نگاه می‌کرد، می‌دید که جز آرامش و صلح و دوستی و صمیمیت چیز دیگری در آنجا وجود ندارد. او احساس سرور می‌کرد. همه چیز در آنجا شگفت‌انگیز به نظر می‌رسید. اما سؤالی ذهن شهروز را به خود مشغول کرده بود. به همین جهت یکی از اشباح را صدا زد و پرسید: چرا شماها رنگی هستین؟ آن شبح لبخند آرامی زد و گفت: اندیشه و طرز تفکر ما در گذشته ما رو به این رنگ ها در آورده. مثلا تو خودت در حال حاضر رنگ سفید هستی. این نشون میده که دارای اندیشه های پاک و خلوص نیت بودی. تو باعث شدی که جسمت هم به کارهای مثبت و خیرخواهانه دست بزنه و متین و باوقار باشه. پس در حال حاضر تو یک روح پاک و آروم هستی. به همین دلیله که به حاله‌ای از انرژی به رنگ سفید در اومدی. ضمناً چیز مهمی که لازمه بدونی اینه که اینجا چیزی به نام بدی وجود نداره. افکار منفی هیچ وقت نمیتونن به اینجا راه پیدا کنن. در این لحظه شهروز احساس کرد که کسی او را صدا میزند. با کمی دقت فهمید که مادرش صدایش میکند و به همین جهت به آن شبح آبی رنگ گفت: مادرم صدام میکنه، میخوام که حتما ببینمش، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. به محض گفتن این جمله شهروز در میان حاله‌ای از انرژی در روبروی خود مادرش را دید که کنار جسدش نشسته و گریه میکند. مادرش مرتب میگفت: پسرم شهروز چرا بیدار نمیشی؟ وای خدا، شهروز چه به سر پسرم اومده؟ چرا بیدار نمیشی؟ مادر با پریشانی مضاعف بر بالین کالبد شهروز شروع به گریه و زاری کرد و گفت: شهروز چرا بلند نمیشی پسرم؟ در کنار جسد شهروز کتاب شبح شناور به صورت نیمه باز وجود داشت. ساعت 7:10 صبح بود که شهروز با دیدن این صحنه به شبح آبی رنگ گفت: من باید فوراً به کالبدم برگردم. باید به مدرسه برم. مادر من خیلی نگرانه. آن شبح به او گفت: تو تموم اون کتابی که روی جسدت هست و خوندی؟ شهروز هم در پاسخ گفت: نه، حدود 45 صفحه اولش رو خوندم، اما 37 صفحه باقی مونده‌ش رو نخوندم. شبح به او گفت: متاسفانه تو دیگه نمیتونی برگردی. باید تموم کتاب رو میخوندی. باید روش برگردوندن خودت به جسمت رو یاد میگرفتی. اگه روشش رو بلد نباشی دیگه نمیتونی برگردی، چون برگشتنت اصلاً دست ما نیست. شهروز در پاسخ با فریاد گفت: نه من باید برگردم. من میخوام برگردم. مامانم اصلاً تحمل دوری منو نداره، حتی یک لحظه. اون بدون من دق میکنه. چند شبح دیگر که صدای شهروز را شنیده بودند آمدند و گفتند: نگران نباش، خانوادتم به زودی به جمع ما میپیوندن.
اونام برای همیشه به ما ملحق میشن. در شهر شما چیز مثبتی وجود نداره که بخوای به اونجا برگردی. اینجا زمان وجود نداره. هر لحظه که اراده کنی میتونی خانوادت رو ببینی و هر چیزی که بخوای رو در یک آن در پیش روی تو پدیدار میشه. شهروز که بسیار ناراحت احوال مادرش شده بود، در کنار تخت خود دستی به سر و روی مادرش کشید و مادرش را در آغوش گرفت. او را غرق بوسه کرد، اما مادر چیزی از حضور شهروز حس نمی کرد. شهروز با حالت تمنا به مادرش گفت: مامان، بیا مامان، من بی صبرانه منتظر توام. منتظر تو، بابا، برادرم. بیاین پیشم. مادرش سراسیمه به سمت حیاط خانه دوید. پدر شهروز که میخواست سر کار برود، دلیل آشفتگی را از مادر شهروز پرسید. مادر که زبانش بند آمده بود با ترس و لرز فراوان گفت: پسرم از دست رفت. والدین و برادر شهروز خیلی سریع او را سوار ماشینشان کردند. مادر به پدر گفت: عجله کن آقا، تا میتونی تند برو، تندتر. آنها با سرعت تمام از جاده چالوس به سمت تهران در حال حرکت بودند. می‌خواستند شهروز را به یکی از مجهزترین بیمارستان‌های تهران برسانند. مه صبحگاهی تمام سطح جاده را پوشانده بود. بر اثر ریزش کوه شب قبل، ترافیک نیمه سنگینی جلوتر از آنها جریان داشت. جاده دو طرفه بود. مسیر چالوس به تهران ترافیک داشت، اما باند سمت چپ آزاد بود. پدر شهروز میخواست که از فرصت استفاده کند و از باند چپ جاده از دیگر وسایل نقلیه سبقت بگیرد. روح شهروز هر چقدر تلاش میکرد که والدینش را از ریزش کوه آگاه کند بیفایده بود. در این هنگام ناگهان کامیونی که بر اثر لغزندگی جاده زیگزاگ در باند چپ حرکت می‌کرد، در روبروی ماشین والدینش ظاهر شد و آنها را به قعر دره فرو برد. شهروز در کمال تعجب کمی آن طرفتر پدر و مادر و برادرش را دید که به سمت او می‌آیند. احساسی مملو از آرامش او را تحت تأثیر قرار داد. مادرش مثل یک شبح شناور به طرفش آمد. شهروز هم به اتفاق دیگر اشباح به گرمی از خانواده‌اش استقبال کرد. آنها را در یک آغوش گرفت و گفت: منتظرتون بودم. خیلی خوشحالم که شما رو اینجا می‌بینم. آنها از آن بالا کالبدهای زخمی را می‌دیدند که از ته دره بیرون آورده و سوار آمبولانس می‌کردند. حتی در اتاق عمل هم حضور داشتند و همه چیز را از نزدیک می‌دیدند. صدای پرستاری را میشنیدند که میگفت: آقای دکتر، به نظرتون اینا زنده میمونن؟ و دکتر که در پاسخ گفت: ما تمام تلاشمون رو میکنیم، هرچی که خدا بخواد همون میشه. در این هنگام شهروز به اشباح گفت: آیا امیدی هست که والدینم به همراه برادرم به زندگی دوباره برگردند؟ اشباح گفتند: آمدن و رفتن به دست ما نیست. این تصمیمی است که توسط کمیسیون برگشت به زندگی باید به شور گذاشته بشه تا چند لحظه دیگه فرمان نهایی به ما ابلاغ میشه. ناگهان شبحی حاضر شد و دستور را قرائت کرد، مبنی بر اینکه پدر و مادر شهروز به همراه برادرش به ابدیت پیوستند و بازگشت آنها به زندگی مجدد امکان پذیر نمی باشد. والدین و برادر شهروز با شنیدن دستور برای آخرین بار و برای همیشه به آرامی از کالبدهای جسمانیشان که در اتاق عمل بودند دورتر می شدند. در این هنگام پرستار بخش متوجه شد که دستگاه ضربان قلب آنها را ضعیف نشان می دهد. کلید خطر اتاق عمل را فشار داد. طولی نکشید که پزشک بخش به همراه چند پرستار دیگر در اتاق عمل حاضر شدند. دکتر به پرستارها گفت: شوک الکتریکی لطفاً. آنها هر چی که تلاش کردند نتیجه‌ای نداشت. دستگاه‌ها عدم ضربان قلب و نبود علائم حیاتی را نشان می‌دادند. دیگر کار از کار گذشته بود، چرا که روح آنها برای همیشه به دنیای ابدی پرواز کرده بود. دکتر به پرستارها گفت: متاسفم، کاری از دست ما بر نمیاد. لطفاً دستگاه‌ها رو خاموش کنید و جسدشون رو به سردخونه منتقل کنید. روح مادر شهروز با دیدن این صحنه به روح پدر شهروز گفت: بالاخره افسانه ما هم در این دنیا به پایان رسید.
بیا به سمت نور ابدیت حرکت کنیم. ما از ازل به اونجا تعلق داشتیم، اونجا که شهروزم منتظر ماست. بیا بریم. آنها در یک لحظه به هم پیوستند. شهروز پدر و مادر و برادرش را در آغوش گرفت و به آنها گفت: بیایید با هم به سرزمین نور و روشنایی بریم، به سرزمین عشق و محبت و آرامش. اونجا غرق در آرامش بیکران میشیم. بیاین بریم. داستان چهارم، سایبورگ جدید. خلاصه این داستان در ماهنامه اطلاعات علمی شهریور ماه 1382 به چاپ رسیده است. پروفسور براون در حال تعلیم شاگردان و همکارانش برای ساخت یک سایبورگ جدید در سالن سمپوزیسم بود و دکتر سامپسون متخصص تراشه‌ها که یکی از همکاران پروفسور بود نیز در این جلسه حضور داشت. پروفسور در حال نوشتن عباراتی بر روی تابلو بود و پس از نوشتن شروع به صحبت نمود. حضار محترم، ما تاکنون 5 گروه از شبه بشرها رو به دست خودمون خلق کردیم. گروه اول ربات‌ها یعنی نسل ششم کامپیوترها و بخشی از سایبرها بودند که ژاپنی‌ها اونها رو ابداع کردند. داشتن قدرت حافظه مصنوعی و شبکه عصبی از جمله ویژگی‌های بارز این ربات‌ها بود. همه شما شاهد بودید که این موجودات الکترومکانیکی هرچند که زمانی در خدمت بشر بودند، اما زمانی که کنترل اونها از مراکز مخابراتی به دست انسان‌های شرور افتاد، چه فاجعه‌ای در شهرهای ما به وجود آورد. بعضی از افراد ما متاسفانه به قتل رسیدن. خیلی ها مجروح شدن و کارخانجات و تأسیسات اداری شهرها هم فلج شدن. اما گروه دوم انسان‌های شبیه سازی شده‌ای بودند که آمریکایی‌ها در توسعه این طرح خیلی تلاش کردند. آنها نسخه‌های ژنتیکی یکسانی از انسان مورد نظر خود را از ژن همان انسان در آزمایشگاه‌های خود به وجود آوردند و دیدید که زمانی که اسرار علم ژنتیک فاش شد، ماجراجویان و تروریست‌ها چه استفاده‌هایی از این شبه بشرها بردند. اونها نقشه‌های ژنتیکی حاصله از طرح ژنوم انسان رو طوری تنظیم کردند که ژن مربوط به قتل و جنایت رو در افراد شبیه سازی شده تقویت و ایجاد کرده بودند و خب نتیجتاً غریزه کشتن رو به صورت خصلت اصلی اونها درآوردند. ژن‌های این شبه بشرها به طوری برنامه ریزی شد که به همانندهای خودشون آسیبی نمی‌رسوندن، اما انسان‌های واقعی رو می‌کشتند. گروه سوم ماشین‌های هوشمند یا همون سایبرها با سخت افزارهای ژنتیکی مجهز بودند که در حین کار قادر به یادگیری بودند و برنامه‌هایی که بازدهی نداشت رو از بین می‌بردند. همچنین ویژگی حیرت‌آور دیگه این ماشین‌ها این بود که بدون اینکه به اونها برنامه‌ای داده بشه میتونستن مثل موجود زنده رشد کنن. خوشبختانه این ماشین‌ها در اختیار سکوهای کامپیوتریه که انسان‌های واقعی اونها رو کنترل می‌کنن. به علاوه هر وقت بخوایم میتونیم دو شاخه کامپیوترها رو از پریز بکشیم و باعث از کار افتادن ماشین‌های هوشمند بشیم و مرگ و زندگی اونها رو به چشم خودمون ببینیم. گروه چهارم هم میکرو ماشین ها بودن که فناوری نانوتکنولوژی باعث به وجود اومدن این شبه بشرها شد. هرچند که میکرو ماشین ها با توجه به اینکه به اندازه یک قطعه پلانکتون و شامل دنده ها و اهرم هایی بودند که توانایی این رو داشتن که در هنگام وقوع بیماری هایی مثل سرطان در بدن انسان تک تک اتم ها رو با استادی بازبینی و تعمیر کنند و این کار رو از طریق ورود به سرخ رگ ها و سیاه رگ هایی که در دست جراحی نمیتونست به اونجا برسه انجام میدادن. اما شاهد بودیم که وقتی تعدادی از اونها از آزمایشگاه‌ها فرار کردند، به تکامل یکدیگر پرداختند و با تغییر ساختمان اتم‌ها به طور غیر قابل کنترلی شروع به ساختن چیزهای خطرناکی کردند.
اونها از طریق تغییر ساختمان اتم‌ها در سلول‌های گیاهی محیط زیست و گیاهان رو به موادی سمی و مرگبار تبدیل کردند. به این صورت که گیاهان به جای تولید اکسیژن، دی اکسید کربن تولید می‌کردند و در فضا منتشر می‌کردند. اما گروه پنجم شبه بشرها سایبورگ‌ها بودند. حتما اجداد شما زمان ساخت سایبورگ‌ها رو به خاطر دارند. حدود 50 سال پیش در اواسط قرن 21 بود که از ترکیب قطعات مکانیکی و هوش انسانی ابر انسان‌ها یا همون سایبورگ‌ها به وجود اومدن. سایبورگ‌ها انسان به نظر میان، رفتاری مشابه انسان دارن و پوست بدنشون هم واقعی به نظر میرسه. همونطور که میدونید زیر پوست اونها لایه پایداری از فلزات و انبوهی از ماشینالات مختلف وجود داره. اما من همکنون تصمیم دارم که نسل جدیدی از سایبورگ‌ها رو تولید نمایم. این سایبورگ جدید ترکیبی از یک انسان همانند سازی شده و یک ربات خواهد بود. از اونجایی که انسان‌های همانند سازی شده در حین به وجود اومدن به اندازه یک انسان بالغ بوده و هیچ تجربه‌ای از جهان هستی در مغز خودشون ندارن، بنابراین فاقد شعور و شخصیت انسانی هستند و به مرور زمان تحت تأثیر محیط اجتماعی خود به شخصیت مورد دلخواه میرسند. من تصمیم دارم که به محض ایجاد این انسان‌های شبیه سازی شده مغزشون رو جدا کرده و به جای مغز تراشه‌های سیلیکونی در مغز ربات‌ها جایگزین کنم. به این ترتیب در سایبورگ جدید به جای استفاده از مغز یا اعضای انسان واقعی، از اعضای بدن یک انسان شبیه سازی شده که فاقد شخصیت و فاقد تشخیص خوب و بد هست استفاده کنیم و ما میتونیم که همچون فرزندانمون این سایبورگ رو تربیت کنیم و در انجام امورات زندگی از اونها کمک بگیریم. خب دوستان من، حالا چه کسی از شما حاضره که در انجام این پروژه عظیم به من کمک کنه؟ در این هنگام دکتر سامپسون دست خود را بلند کرد و گفت: پروفسور براون عزیز، من حاضرم که تا آخرین قدم با شما همراه باشم. 6 نفر از شاگردان پروفسور نیز آمادگی خود را اعلام کردند و بقیه افراد هم به ترتیب از سالن بیرون رفتند. بالاخره پروفسور به همراه این افراد وارد آزمایشگاهش شد. در آزمایشگاه چند فریزر، تخت‌های شبیه تخت بیمارستانی، لوله‌های آزمایشگاه، مواد شیمیایی نظیر انواع اسیدها و همچنین تجهیزات سخت افزاری و الکترونیکی که به دیوارها و سقف آزمایشگاه‌ها متصل بودند وجود داشت. پروفسور به سوی تختی که یک ربات دشارژ شده روی اون قرار داشت رفت و به شاگردانش گفت: دوستان من، لطفاً قطعات مختلف ربات‌ها رو تست کنید. کوچکترین تفاوتی بین ربات‌ها و انسان‌های واقعی وجود نداشت. پروفسور به طرف فریزر رفت. درب شیشه‌ای آن را باز کرد و مغزی را که بسیار شبیه مغز انسان و در یک جعبه قرار داشت را بیرون آورد. دکتر سامپسون در این لحظه کنجکاو شد و به پروفسور براون گفت: تو از صاحب جسد برای استفاده از مغزش مجوز گرفتی؟ پروفسور لبخندی زد و گفت: نه سامپسون عزیز، این مغز یک انسان شبیه سازی شده است که خودم اون رو در آزمایشگاه از نسخه‌های ژنتیکی طرح ژنوم انسان واقعی پرورش دادم و حالا میخوام اون رو در کاسه سر این ربات قرار بدم و پیوندهای لازم رو بین مغز و دیگر اعضای بدنش برقرار کنم. دکتر سامپسون 56 ساله حس حسادتش به شدت تحریک شده بود، چون میدانست که پروفسور در آینده به موقعیت بسیار خوب مالی و شهرت جهانی بیشتری دست می‌یابد و مورد توجه بیش از پیش مقامات سیاسی و علمی قرار می‌گیرد. او چند لحظه‌ای فکر کرد و با خودش گفت: اگر بتونم اطلاعات مد نظرم رو به وسیله تراشی دیگه به روی مغز این سایبورگ قرار بدم، اونم به طوری که سایبورگ پروفسور براون رو نابود کنه، خیلی عالی میشه. در این لحظه پروفسور دکتر سامپسون را صدا زد: چرا ماتم گرفتی؟ سامپسون عزیز، ما باید کارمون رو فوراً شروع کنیم. دکتر سامپسون به طرف تخت رفت و همراه بقیه شروع به کار کرد. پروفسور هم از شاگردانش خواست تا همراه او بیرون بروند و در حمل برخی از تجهیزات آزمایشگاهی به او کمک کنند.
دکتر سامسون فرصت را غنیمت شمرد و تراشه مد نظرش را که به اندازه 1 دانه خردل بود برداشت و فوراً آن را با احتیاط روی نقطه‌ای در نیمکره چپ مغز سایبورگ گذاشت. آن تراشه را با تراشه اطلاعاتی پروفسور براون جایگزین کرد. پروفسور چند دقیقه بعد به همراه وسایل شارژ مغناطیسی وارد آزمایشگاه شد. شاگردانش هم او را همراهی می‌کردند. دکتر سامسون با خوشحالی به آنها گفت: آقایان، خسته نباشید. اجازه بدید که کمکتون کنم. پروفسور کار اتصال کاسه سر و اعضای بدن سایبورگ را به پایان رساند و تصمیم گرفت که سایبورگ را شارژ کند. او گفت: دوستان، تا 50 ثانیه دیگه سایبورگ شارژ میشه و چیزهایی که به اون آموزش میدیم رو حتما انجام میده. دکتر سامسون حدود 10 متر عقب‌تر از سایبورگ ایستاد. به محض پایان یافتن شمارش معکوس، سایبورگ که با لباس سیاه پوشانده شده بود از روی تخت بلند شد. با پروفسور دست داد و گفت: درود بر پروفسور براون، سرور سایبورگ ها. پروفسور براون متعجب و حیران به سایبورگ خیره شد و با خودش گفت: پس چرا سایبورگ موقع دست دادن و شناسایی من بارکد رمزی و کد شناساییشو نگفت؟ چرا در برخورد اولیه با سایبورگ اون سر خودشو به سمت چپ کج کرد؟ اصلا هدف دکتر سامسون از آوردن بطری اسید سولفوریک به آزمایشگاه چیه؟ یا چرا موقع رونمایی از سایبورگ دکتر سامسون خودشو کنار کشید و از اون طرفتر ماجرا رو دنبال کرد؟ یعنی ممکنه که توی اطلاعات داده شده به سایبورگی اشتباهی رخ داده شده باشه؟ پروفسور در این افکار پرسشگونه خود غرق بود و غوطه‌ور که ناگهان سایبورگ بطری پر از اسید سولفوریک را برداشت و در یک لحظه آن را بر روی پروفسور پاشید. شاگردان پروفسور با دیدن این صحنه وحشتناک شوکه شده بودند و پروفسور را در آغوش گرفتند. پروفسور که هنوز نیمه جانی در بدنش داشت و از شدت سوزش به خود میپیچید به شاگردانش گفت: بچه‌ها، خیلی سریع آزمایشگاه را ترک کنید و همه را از ساختمان تحقیقات بیرون ببرید. اگر این سایبورگ از ساختمان تحقیقات خارج شود ممکن است که فاجعه‌ای عظیم برای شهر اتفاق بیفتد. این پروژه بسیار محرمانه بوده و فقط وزارت دفاع از آن باخبر است و اگر آنها بفهمند که پروژه سایبورگ S97 لو رفته همه شما را نابود می‌کنند. خواهش میکنم خیلی سریع از اینجا بروید. شاگردان خیلی سریع از آزمایشگاه خارج شدند. به خواسته پروفسور عمل کردند و درب آزمایشگاه را قفل نمودند. آنها همچنین زنگ خطر خروج اضطراری را هم به صدا درآوردند. طولی نکشید که همه پرسنل ساختمان تحقیقات از آن خارج شدند و خود را از عمق 200 متری زمین، جایی که در آن کار می‌کردند، به سطح زمین رساندند. در جریان این ماجرا فقط پروفسور براون، دکتر سامسون و سایبورگ در آزمایشگاه ماندند. دکتر سامسون همه چیز را تمام شده و به نفع خود میدید. او به پروفسور براون که در حال جان دادن بود نزدیک شد و با ریشخندی گفت: حالت چطوره براون عزیز؟ کارم بیعیب و نقص بود. تراشه‌ای که در مغز سایبورگ گذاشته بودم باعث شد که اون تو رو نابود کنه. لعنتی، همیشه آرزو داشتم که مرگ تو ببینم. خوشبختانه دیگه وجود نخواهی داشت تا مردم و مقامات کارهای تو رو تحسین کنن و به تو پاداش بدن. از این به بعد جات برای همیشه گرفته میشه و من اونجا رو میگیرم و همگان منو تحسین خواهند کرد و به زودی این افتخار بزرگ نصیب من میشه. اون منم که به تمام دنیا فرمان روایی میکنم. به زودی من به همراه ارتشی از سایبورگ ها یک امپراتوری بزرگ تشکیل خواهم داد. پروفسور براون که میدید به آخر خط رسیده و تمام زحماتش بر باد رفته، ناگهان با صدایی بلند شروع به خندیدن کرد. این رفتار پروفسور تعجب دکتر سامسون را برانگیخت. او خود را به نزدیک پروفسور براون رساند و به او گفت: چرا میخندی؟ دلم میخواد در آخرین لحظات عمرت به من التماس کنی و به پام بیفتی. اما پروفسور هنوز در حال خندیدن بود و گفت:
سامپسون عزیز، من از قبل فکر همه چیزو کرده بودم. در میونه قفسه سینه سایبورگ مقدار 0.5 کیلو پلوتونیوم آماده انفجار جاسازی کردم. زمانی که در آزمایشگاه تنها بودی، میکرو ربات من به صورت پشه‌ای بالای سر در حال پرواز بود. در واقع همه چیز رو ثبت و ضبط کرده بود و از قبل پیش بینی این خیانت رو کرده بودم. من به همین خاطر در حضور شاگردانم طوری وانمود کردم تا قضیه رو جور دیگی جلوه بدم، چون میدونستم که اونها هم تومه تو خواهند شد. ترس و وحشت فزاینده‌ای تمام وجود دکتر سامپسون را فرا گرفت و نفسهایش را به شماره انداخت. پروفسور براون گفت: من سایبورگ را در سایه صلح، دوستی و خدمت به بشریت اختراع کردم، اما تو سایبورگ را برای جنگ، خونریزی و نابود کردن بشر می‌خواهی. اگر این دنیایی است که تو می‌خواهی به آن برسی، من آینده ای را می‌بینم که در آن جز تاریکی و وحشت چیزی وجود نخواهد داشت. در این هنگام پروفسور براون دکمه قرمز رنگ کنترل از راه دور را فشار داد و انفجار عظیم اتمی که انرژی حاصل از آن 1000 برابر گرمای خورشیدی بود، همراه با دود غلیظی آسمان را فرا گرفت، به طوری که موج آن تا نزدیکی پایگاه نیرو هوایی لاکلند تگزاس هم احساس شد. شاگردان پروفسور که به پایگاه لاکلند پناه برده بودند، پس از این واقعه عظیم با هم عهد کردند تا تمام آموخته‌های خود را که از پروفسور یاد گرفته بودند، آنها را در اختیار هیچ سازمان ملی یا خصوصی قرار ندهند، چرا که پروفسور به آنها گفته بود که قرار نیست از سایبورگ ها برای کشتارهای دست جمعی استفاده شود.